هر بار که به موضع پنجشنبه شهر خوجند می آیم، غیر اختیار روبروی این یادگاری که به پاس خاطر شهیدان جنگ بزرگ وطنی بنیاد یافته است قرار می گیرم و پیوسته سطرهای زیرین ورد زبانم می شوند. آدمیزاد به دنیا نه به جنگ آمده است، نه به قربان شدن از توپ و تفنگ آمده است. آمده است این که حیات گذراند آزاد، شود از مهنت آزاد حیاتش آباد. بله، خداوند بنی آدم را نه برای جنگ بلکه برای مهنت آزاد و زندگی آباد آفرید. ولی افسوس انسان‌های شیطان خصلت نیز هستند که آتش جنگ و نزاع را می افروزند و هزارها و میلیون‌ها نفران بیگناه را قربانی آن می کنند. جنگ دوم جهان از جمله همین بلاهای شیطانی بود که قسم زیاد اروپا را به کام خود فرو کشید، از جمله سرزمین فرانسه را. شاید یک بار از فرانسه سخن گفتن ما باعث شگفتی بعضی نفران گردید. باید گفت که کارنمایی و شجاعت یک نفر فرزند تاجیک در سالهای جنگ بزرگ وطنی محض به کشور فرانسه سخت مربوط است. کی بود آن تاجیک دلاور؟ زاده خوجند قادر رحیموف. در تنه سنگین این یادگاری باز می خوانم: به یاد دارید بعد عصرها و سالها یاران، به یاد دارید آنها را که دیگر بر نمی گردند. نکرده گریه و زاری، نکرده ناله و افغان، شهیدان را شوید ارزنده آنها جان فدا کردند. این سطرها را شاعر به پاس خاطر شهیدان گفته است، ولی جان به کف گرفته از بین دود و آتش و بلا و کثافت جنگ خانمانسوز گذشته با ظفر به زادگاه خود برگشتگان هم بودند. اما یاد آن سالهای مدهش و مرگ همیراقان شهید گشته تا نفس آخرین عمر جان و دلشان را سوزش میداد و میدهد. قادر رحیموف هم از جمله آن جان فدایانی بود که با ظفر ولی با شکنجه زیاد به زادگاهش خوجند برگشت. درست میگوید شاعر: سالهایی که وطن در حفظ نام و ننگ بود، تنگ حال خلق از دست بلای جنگ بود. سالی که گرمانی فاشیستی عهد شکنانه سرحد اتحاد شوروی را رخ نکرد و آتش کثافتبار جنگ را افروخت، در یک گوشه این دولت بزرگ و آسایشته یعنی شهر خوجند تاجیکستان، جوان 17 ساله قادر رحیموف در دلش گلباغ آرزوهای رنگین را می پرورید. او بعد ختم مکتب 7 ساله در کورس 1 ساله معلم تیارکنی تحصیل می کرد. خاصه فن متماتیک را دوست می داشت. عبدالقادر سال 1924 در محله قدیمه شهر خوجند بیشکپه که در ساحل دریای سیر قرار دارد به دنیا آمده بود. بعدی که اندک به کمال رسید، اهل محله و والدین و استادانش در او استعداد خاصه را مشاهده نمودند. هوشیار و دانای و زیرک و خوش ذهن بود و می‌خواست در آینده معلم شود. ولی کثافت جنگ سرزده امکان نداد که آرزوهایش جامه عمل پوشند. سال 1942 جوان 18 ساله قادر رحیموف با امر دل اختیاری به کمیسریت حربی شهر خوجند با طلب آن که او را به میدان جنگ فرستند عریضه نوشت. طلبش را اجرا کردند. او عزم سفر کرد با اهل محله با دریای سیر که بچگیش در کنار و ساحل آن گذشته است، با پدر بزرگوارش عبدالرحیم نظرف که سالیان زیاد در کان شهرک چارخ دران زحمت کشیده 8 نفر فرزند را با نان حلال مهنتی به کمال میرساند، سخن خیربادی گفت. مادر عزیز و دلبندش بی خدیچه فرزندی به جان برابرش را از آغوشش رها نمی کرد و با اشک 6 قطار پیوسته دعایش می کرد: پناهت بر خدا ای نوری دیده، از این دنیا روم داغت ندیده. قادر رحیموف لحظه گسیلش را به جنگ تا نفس آخرین عمر گاه گاه به خاطر می آورد.
روزی برافسادگی از همین استانسی خوجندی ما 4 کس همشهری ها بودیم. یکمش پسر جور زاکر محمود جان حاضر پروفسور دکتر اون کس، دویمش یعقوب عبدالمنان بودن، این کس آمده وفات کردن اینجا. سومش ایساکو نیسان گفته از میدان ملت ها بودن. 4 کس ما دنیا 200 کس رو خوجنده ها همراه برفتگی. پدرم در وقتی گوشید گفتن که پسرم اگر موری اگر شهید میشه گمران جان، مادر اگر زنی اگر غازی گفته یک دعا کرن، یک آب دیدشان آخر گریه کرن و دعا کرن. ما گفتم دادا جان ما خدا خواهد میبیام. از همان روز و همان ساعت برای عبدالقادر 18 ساله گویا حفظ نام و ننگ و خاک مقدس وطن آغاز یافت. او و همسفرانش را بعد 3 شبانه روز به آموزشگاه حربی شهر ارینبورگ آوردند به بتلیان پولمیاتی. عبدالقادر خوش‌ذهن و وطنخواه طول 6 ماه در قطار دیگر فنها از جمله استوی انتظام حربی، مهارت سربازی، آموزش قسمهای پولمیات و استفاده آن را به خوبی آموخت و صاحب رتبه سرژانتی شد. سپس برای تیاری جنگی آنها را به ولایت تنباف آوردند. در جریان گذراندن برنامه حربی قادر رحیموف را کماندیر گروه پولمیاتچیان تعیین کردند. ماه ایول سال 1943 راتای آنها را در مدت 20 روز پیاده به ولایت اسمالینسک به خط پیش فرانت به کام دود و آتش جنگ آوردند و برای عبدالقادر و همیراقانش به افاده شاعر لحظه پیمودن پیمان رسید، لحظه سنجیدن وجدان رسید. قادر رحیموف ماه اوگوست سال 1943 کارنامه جنگی خود را آغاز کرد. او 7 اوگوست در هیئت بتلیان 3 به جنگ وارد شد. هرچند که قوه دشمن به مراتب زیاد بود، قادر شجاع به تانک‌های دشمن ضربه های نشانرس میزد، زیر لب تکرار میکرد: تا لب تر و خون در رگ و گرمیست بدن را، از کف ندهم دامنی مقصود وطن را. آن لحظه ها را خود قادر رحیموف دمادم با هیجان به یاد می آورد. ما 568 پالکنده بودیم، یک پالکه 3 بتلیون. گفتن که تو پولمیات من نیو، من پولمیات من نقص تربیک شدم دیگه. میشه ها بلگدارت گفته که من تو گفتن اگه پتیر بمیستیم، من گفتم مایل شما دیگه خدام گفتم میشه من. من پتیر بود داشتم. اوگوست سری اوگوست بود. 568 پالک هفتمی اوگوستانده یکم بتلیون ما بای برفت. یکم تاش گشتش نیامروز. 8 سلنده دویم بتلیون برفت. یکم تاش گشتش نی. 9 منده سال ما نستوپلینو برفتیم. پگاهی اکن نستوپات میکنیم که تومان شد تا تومان که شد هر دو طرف خاموش میشد، ترکشای نمیشد، دیده نمیشد، 1 متر 2 متر آدم دیده نمیشد. او ساعتهای تخمینا 9 تومان برداشته شد و سال پرستیفت سر شد. جلو نمیشد تانک‌های بسیار آمدن. یک تانک زدگی میدانم، دویمش زدم و خودم یک آواز بلند که داد گفته که میدانم خلاص ران شدیم. همین کتی من 20 زدنی موندگی خون کراتی چینی میگوید لگه خون آخر برفتگی نمیدانم. من دوامش به کار دیده شد نمیدانم. پگاه خیزم که من گاسپیتالی نمیتونده. بله، در این حالت قادر رحیموف قریب بود دوباره از هوش رود. بعد 2 ماه معالجه او را به کانسلاگر شهر آرش آوردند. در اینجا محبوسان حربی را پیوسته ترغیب می کردند که در هیئت لگیان ترکستان به مقابل عسکران شوروی مبارزه برند، ولی نفری از آنها ترسوی وطن فروش بودن را نمی خواست. از سر غضب گیتلرچیان قادر رحیموف و محبوسان دیگر را به کانسلاگر شهر کلسی پولش آوردند و نسبت آنها عذاب‌های جانگداز را روا دیدند. در یک شبانه روز 1 استکان آب و 50 گرم نان سیاه می دادند. باز هم ترغیب می کردند که به مقابل عسکران وطن خود
به دست یراق گیرند. اما قادر رحیموف و همراهانش از خائن وطن بودن مرگ را اولاتر می دانستند. بعد یک ماه قادر رحیموف و محبوسان دیگر را به موضع نارمندی کشور فرانسه آوردند و در همین جا خط تقدیر تاجیک پیسری شجاع تغییر یافت. گیتلرچیان قادر رحیموف، قمچیبک عربوف قرغیز و نعمت محمودوی لنین آبادی را به نگاهوبین اسبهای ذاتی مسئول و مشغول کردند که عملی بسا پرعذاب بود. نقل این قصه زیاد است، ولی اگر مختصراً بگویم محض اسبانی به آنها امکانیت داد که از اسارت فرار کنند و به گروهی پارتیزان‌های فرانسه همراه گردند. یک قشلاقچه بودن. من گفتم همه قشلاقچه یک بار گفتم یک دیده تماشا کنیم روزانه، یک مگزین همه یک آدم عالمش ببینیم این فرانسوزا چقدر خلق باشه. گفتم فرام دیمونجا سه کاسه محمود و نعمت و عرب قمچیبک و من هستیم. واقعا برام دیستیم دو فرانسوز سیگارت سوزن. لیکن چشمشان علاوه باشه حدشان. پرخ سوزن من التماس کردم که یک تا سیگارت دیتون من سیگارت کشیم. زبانه نمیدانم این کردم در فهمیدن یک تا سیگارت دادن. سیگارت نیست پیش کشیدم و من گفتم که واه که اینجا پارتیزان های به ما میگرفتگی گفتم اون تیکر دست بودین کردم. سالی حدشان موبایلشان و رسا گفتمان کردن. خوب گفتمان کردن موبایلشان و رسا دو سه مینوتو سالی قبول دارم کردن. گفتن که همین نویش هم همین میبیتون ما ازده کاری ما گفتن. من همین کس بودن یکتاشان نامشان لوسیان راگوس. بله، قادر رحیموف در هیئت گروه مقابلت نارماندی نیمن که کماندیر آن پالاسانیس بود با عمل قهرمانانه خود ثابت میکرد که تا چه اندازه به گیتلرچیان خانمانسوز که وطن عزیزش را به کام آتش جنگ کشید تا چه اندازه نفرت دارد. قادر رحیموف در مینه‌گذاری به راه‌های اساسی ماشینگردی که از آنها قوشون‌های نیمیس می‌گذشتند، در نیست و نابود کردن قرارگاه‌های تکنیکی حربی و نقلیات دشمن، در مورد موافق تیرباران کردن اسکران جانب مقابل بارها و بارها جسارت و مهارت بی‌مثل نشان می‌داد. اترد پارتیزانی به خود ماکی نام گرفته بود و از شنیدن این نام به جان دشمن لرزه می افتاد. از شجاعت و قهرمانی های تاجیک پسر پارتیزان مردم فرانسه قصه ها می گفتند. نهایت ماه اوگوست سال 1944 قوشون‌های اتفاقی کالیسیای ضد فاشیستی شتات‌های متحده آمریکا و بریتانیای کبیر قوه دسانتی خود را به نارماندی نیمن فرود آورد. در نتیجه زد و خوردها گیتلرچیان عقب نشینی کردند. سرور اترد پارتیزانی پالاسانیس به همیراقان خود سپارش داد گروه نیمیس‌هایی را که در خاک فرانسه باقی ماندند دستگیر نماید. در این کار نیز قادر رحیموف مهارت خاصه سربازی ظاهر نمود. من بعد تقدیر قادر رحیموف را به بروسل هم برد و به آلمان هم. باز هم نقل را مختصر میکنیم. از روی سیاست آن زمانه به آنهایی که حتی یک ماه یا یک روز به اسیری دشمن افتاده بودند بیچون و چرا محکوم میکردند، نابسته از آن که در جنگ ضد دشمن قهرمانی های زیاد کردند. چنین شد که قادر رحیموف را هم به مگدن آوردند. در اینجا برای او عذاب سخت روحی ادامه یافت. دلیل های قادر رحیموف را در بابت آن که او در فرانسه در هیئت اترد پارتیزانی بود و در عملیات های زیاد ضد نیمیس قهرمانی ها نشان داده است کسی شنیدن نمیخواست. بعد 45 روز اسیران را در مگدن نگاه داشتند، آنها را به واسطه اکیان به حبسخانه موضع دیگر آوردند و همین گونه ادامه کرد. هنگام بدرقگی ها قادر رحیموف بارها به نام ستالین و والامقامان حربی آن زمان آید به آنکه در نزد وطن گناهی ندارد و در هیئت اترد پارتیزانی فرانسه به دشمن ضربه بی امان زده است نه یک بار و دو بار مکتوب نوشت. از خوجند پدرش هم
با همین مضمون مکتوب ها می فرستاد. نهایت سال 1949 قادر رحیموف را آزاد کردند. تا به زادگاهش رسیدن نیز از سر واقعه های عجایبی را گذراند. لحظه های نخستینی به خاک خوجند پای ماندن و دیداربینیش را با اهل عائله به یاد آورده می گوید: از شادی ناگهانی مادرم مرا از آغوشش رها کردن نمی خواست و پیوسته اشک می ریخت و می گفت: از خدا خواسته بودم که داغت را نبینم. دعایم مستجاب شد. قادر رحیموف باز به جریان حیات آن روز همراه شد. سال 1949 به شعبه بوخالتری تکنیکوم کپراتیوی داخل گردید و سال 1952 آن را با موفقیت ختم کرد. او را با راه خط به کابینت کنسر برای شهر خوجند فرستادند. قبلا باید بگوییم که قادر رحیموف در این درگاه طول 20 سال مهنت صافدلانه کرد. من سال 54 اونجا آمدم، پونتی قاقیری شدن همینجا. منم همین مدیر اوچسکه بودم اونجا، همین روز به بواش من همینجا بودم. قطعی یک پیاله چای میخوردیم، گازنام که میشتیم. نهایت درجه یک آدمی وقت شاقی، چه نشان روشنی، مهمان دوستی، همه وقت میخواستن که یک یار دستگیری شنیم و یار دستی گازنام شنیم. اینها هم اصحاحی گیا و این کمت هم رسولی که نهایت درجه حرمت میکرد. همه جمع آمد به اینها بوده یک جای نمایان باشینانده مانده، صورتشان گفته دائم گیا راه برا گپای نغز میگو که اینها همین تا هم مهنت دوست، همین جنگ به اشتراک کرده گیا برای گیا زمانهای تینج کردن خدمت کردگی از آبی بسیار سخت کشیدگی. عموما قادر رحیموف در هر جایی که کار میکرد دل و دستی پاک داشت و سری بلند. در حیات آسایشته بعد جنگی یک مقصدی عالی در دل می پرورید: جستجو و پیدا کردن همیراقان فرانسویش. به واسطه مکتوب به تمام اداره های دخلدار سراسر اتحاد شوروی مراجعت می کرد، ولی نتیجه نبود. نهایت سال 1985 به روزنامه مسکوسکی نوستی مکتوب نوشت. آید به قهرمانی هایش در قطار پارتیزان های فرانسوی نقل کرد. نام همیراقانش را ذکر نمود. بعد 40 سال انجام جنگ بزرگ وطنی در حیات قادر رحیموف گویا معجزه‌ای به عمل آمد. بعد چاپ مقاله از همیراقانش درک پیدا کرد. رشته گسسته پیوند شد. ولی افسوس خورد که نه همه آنها در قید حیات هستند، از جمله کماندیر اتریاد پارتیزانی فرانسه پائولو سانیس. سال 1988 مخبر مخصوص تلویزیون مرکزی اتحاد شوروی آناتولی پاتاپوف در سفارتخانه اتحاد شوروی در پاریس با حجت‌های سالهای جنگ بزرگ وطنی شناس شد و آید به فداکاری‌های قادر رحیموف که در اتریاد پارتیزانی فرانسه با لقب پاول شهرت داشت موادهای جالبی پیدا کرد. خود همان سال قادر رحیموف با تکلیف حکومت آن کشور به پاریس سفر کرد. در کنار دریاچه شهر نرماندیه که آنجا زمان شتاب گروه مقابلت قرار داشت تنتنه کردند و به جنگاوری جسور تاجیک مدال خاطروی سپردند. لحظه های این تنتنه حتی از طریق تلویزیون مرکزی اتحاد شوروی از مسکو نمایش داده شد. هنوز در زمان زندگی قادر رحیموف در حولیش خانه موزه تأسیس دادند که حیات جنگی این فرزند متین اراده تاجیک را با جزئیاتش انعکاس می کند. اینجا همچنین دریافتیم که اصلاً قبل از رابطه را با همیراقان فرانسوی برقرار کردن هم آید به جانفدایی های قادر رحیموف در هیئت پارتیزان های فرانسوی موادها چاپ می شدند، ولی خود او خبر نداشت. مثلا کماندیر اتریاد پارتیزانی ما که
امیلیا بانیسا نوشته است: اگر درباره قهرمانی‌های اسکادریلی آوازه‌دار نورماند نیمن سخن کنیم، حتما باید از مبارزه یکجایی اسکران شوروی و فرانسوی یادآور شویم، از جمله قادر رحیموف، نعمت مرادوف و قمچی بیگ عربوف. آنها برای آزاد کردن سرزمین ما از غاصبان نمیس واقعا هم جان فدایی کردند. بعد آنکه سال 1985 رابطه برقرار گردید، قادر رحیموف با دعوت حکومت فرانسه به کمیته سابقه‌داران جنگ این کشور 3-4 مراتبه به آن دیار سفر کرد. به بالای قبر کماندران اتریاد پارتیزانی فرانسه پل سانس و امیل بانیس از سنگ مرمر یادگاری گذاشت که در آن چنین نوشتجات را می‌خوانیم: از نام زندگان تاجیکستان دور. قادر رحیموف در سر قبر دوست همیراقش لوسیان راگوس که در آزادکنی فرانسه وفات کرده بود مکتوبی را دید که چنین نوشتجات دارد: این نامه یک دخترک فرانسوی به سر قبر آن جانفدایان فرانسه که می نویسد جا همخیر صلاح هم دارد: بهار فرانسه همسفر شما خواهد بود. این گل را که با خود میبرید بین ورقه های کتاب جای کنید و هرگاه این کتاب را ورق گردان میکنید یادتان می آید که فرانسوی ها دوستان صادق شمایند. وقت گذران است ولی دوستی جاویدان میماند. این نامه را بهر شما دختری فرانسوی که از طرف شما از آن که شما از ملک خود با خود بهار آوردید می‌ندار است تقدیم می‌کند. در ایام جنگ من هنوز به دنیا نآمده بودم، ولی امینم که وطن من از شرافت شمایان صاحب استقلال است. من این نامه را به سر قبر دوست شما می‌گذارم که یادش در دل ما زنده خواهد ماند. قادر رحیموف را حکومت فرانسه همچنین با صلیب فخری کمبتن والنتیار، مدال افتخاری 50 سالگی آزاد شدن از فاشیسم و غیره مکافاتانیده است. این کارت کمبتن وقتی که پدرم فرانسه رفته میبینه همیراقای میبینه حجت‌های میبدارن که پدرم در حقیقت اتریاد پارتیزانی جنگیدگی معاش گرفتگی سونی حجت‌های همیشه برداشته همین کارت کمبتن میتیان کارت کمبتن کری اوردینی боевой کریست دادگی. این نه هر فرانسوز به هست. این امکانیت میتید که هم نفقه فرانسه میگیرن هم شهروندی گراجدانینی فرانسه شدن به همین حجتی اساسی میحسابید. زیاد از 10 اردن متال ها گرفتگی نه که همه قیمت ترینش اردنی боевой کریست یعنی فرانسه این برابر قهرمانی فرانسه. همین اردن حقوق میتید که پدرم نفقه حربی یعنی فرانسه گرفتن به همون اردن حقوق میدن. این نه هر فرانسوز به حساب گرفتن. در وطن خود باشد با اردن جنگی بزرگی وطنی درجه 1 مدال ژوکوف و مدال های زیاد سرفراز گردانیده شده است. قادر رحیموف فرزند دو سرزمین است. او در یک گوشه دلربای سابق اتحاد شوروی خوجند باستانی تاجیکستان به دنیا آمد، اما خاک سرزمین دیگر خاک فرانسه را از قدم ناپاک دشمن آزاد کرد. قادر رحیموف بارها دوستان فرانسویش را به خوجند دعوت می نمود و می گفت: من فرزندی وطن شما نیز هستم و شما هم در وطن اصلی من بیگانه نیستید. قادر رحیموف یگانه نفر در مقیاس آسیای مرکزی بود که هم از فرانسه و هم از تاجیکستان نفقه می گرفت. او شهروند فخری شهر فلیر فرانسه است. این گواهی آن است که مردم فرانسه با چنین فرزند باننگ و ناموسی تاجیکستان که فرزند خود نیز شماریده است همیشه افتخار دارد و با قناعتمندی زیاد به خوجند چون به وطن خود می آید. درباره شجاعت و قهرمانی در میدان جنگ و عذاب و شکنجه‌ای در اسارت از سرگذرانیده قادر رحیموف 10 کتاب و مقاله ها نوشته شدند و در عرفه 90 سالگی زادروز قادر رحیموف مورخ نامور پروفسور عثمان جان غفارov کتاب بزرگ حجم تالیف نمود که خواننده را
با کارنمایی‌های جنگی و زندگی عبرتبخش این انسان نجیب مفصل‌تر آشنا می‌سازد. من همه خوشبختانه با قادر رحیم و به شرافتی دوستی تقاشان با پدرم و بارها می آمدن. بعد خیلی خودی من توسط دوستانی اون کس امک بچی من عبدالواحد امینو بس وقتی که ما دوست شنا شدیم همین رفت آمد خانه یک تبسم ملیحانه زیبا داشتم. می آمدن بسیار صحبت های من نوشته گرفته بودیم، خصوصا همون حرکت پرزنی که اون کس اشتراک کردن. همه بعضی حجت های خودشون دستنویس که آورد دادن، ولی پسرشون عبدالقهار رحیم و همون دستنویس های پدرشون در خانه من دیده اشکی و ایشان روان شد که دستی دادم. خیلی صحیفه های من پر کرد. من خودشون که خیلی صحبت های دومره داشت. درباره اولین معلم های اون کار 3 مکتب خوانده بودن. بعد همین گفتم که وقت آمد که همین کتاب رو آوردم در کار. چون در حجم یک فیلم نمیتوان همه را فرا گرفت، ما بیشتر درباره جنگنامه قادر رحیموف نقل کردیم. خدا رحمتی عبدالقادر که ما تقا بچه میشیم. ما بابایا از دوره های بچگی به خانه ما با مادرشان بیخلیچ خاله می آمدن. بیخلیچ خاله این دختری حاج سلطان هستند. عبدالقادر فرزند کلانی از اینا خوردی عبدالرحمن دیگر فرزندا همونجا بسیار ما یاش بودیم، لکن ما که خودشان باید معامله کردن از همون دوره ها ما دوستیگاه بود. یکمش اینه که انسان بسیار طبعشان چاق بود، چهرهشان خندان بود، شخصی بسیار خوش صحبت بودن. یگان معرکه ما، یگان لازم ما به اشتراک و یا گذشتگیش نیه. همه وقت یا خلقه میسادن همه معرکه هایی که میشد همه معرکه ها ما اشتراک میکردیم. مختصراً باید بگوییم که این انسان نجیب بعد برگشتن از جنگ در پهلوی پدر ایستاده سرابان 4 خواهر و 3 دادرانی عزیزش شد. آنها را قبل از همه به علم آموختن و خدمت خلق را ادا کردن ترغیب نمود. وقتی که اون کس از بعد از جنگ برگشته آمدن خیلی خود بودم، در مکتب میخوندم، مکتب هم حالا نمیخوندم و یک شعار داشتن اکوی محترم که این شعار من خوانده نتوانستم، افسوس، لیکن اوکه های من باید خوانده معلومات عالی گیرد. به ما این شعار یک راهنما بود. هر سال اکای محترم عبدالقادر کو به کابینت کانسر براری کار میکردند و ما را هر سال در وقت تعطیل یعنی بهارانه ما را به کار در آورده میموندند به کابینت کانسر براری. ما در آنجا 2 ماه 3 ماه کار میکردیم. روزا شد که بعد از این درس کار میکرده گشتیم، یعنی به مهنت آدم ما را تربیت کرد، هم مهنت و هم خواندن. قادر رحیموف در زندگی از خود باغی باقی گذاشت، باغی عائلوی. او با همسرش بی‌آبیده 5 نفر فرزند را، انیقترش 5 پسر را با نان حلال مهنتی به کمال رساند. امروز همه فرزندان و نبیره و ابیره های زیادش با او افتخار میکنند از آن که پدر و بابایشان توسط قهرمانی و شجاعت خود در میدان جنگ و هم با مهنت حلال و فداکارانه در حیات آسایشته برایشان نام نیک را میراث گذاشت. همه دست پرور بودن، مهربان بودن، همه فایدهشان میرسوندن، خبرگیری که من بودن، حرکت میکردن که همه و اکن مشکلش آسان کردم. با 4 ساله بودم، 42 تا اینا آمدن من 12 ساله شدم. من شوهرم داده که همینا هم دادم هم دادرم اینا هم ما خدمتشان خوبم رساندگی مهنت کردگی فایدهشان رساندم حرکت میکردند. آدمی نه بودم. من درباره قهرمانی های خود، درباره جان فداکنی های خود هنگام جنگ بزرگ وطنی نقل میکردم و من را هیجان پخش میکرد، برای آنکه نه هر کس میتوانست چنین قهرمانی را
به اجرا رساند و وابسته به همین قهرمانی هایشان را من حرکت میکردم به دیگران نیز نقل نمایم. در درس های تربیوی یا اینکه در ساعت های تربیوی من طلبگانم را به خانه موزه آورده بودم. یعنی نقل میکردم که تا که بسیارتر آدمان درباره قهرمانی این شخص بزرگ با خبر شوند و دانند. قادر رحیموف 21 مارت سال 2005 با حیات پدرود گفت و هنگامی که به سر قبر این انسان دلاور و صاحب نام آمدیم، همانا این قطعه شعر سعدی بزرگوار از راه خاطر می گذشت. یاد داری که وقت زادن تو همه خندان بودند و تو گریان، آنچنان زی که بعد مردن تو همه گریان شوند و تو خندان. روحش شاد است و همیشه شاد باد.